تحریماتی که به ضد روسیه و شرکت‌های هواپیماییش جاری کردند اینک چند روز باعث لغو یا تأخیر پی همه پروازهای بین روسیه و تاجیکستان شده است. در نتیجه در فرودگاه‌های تاجیکستان صدا مسافری که با آغاز موسم نو مهاجرت عزم سفر به روسیه را داشتند درماندند. در این زمان دهها مهاجر تاجیک که می‌خواهند به وطن برگردند در فرودگاه‌های روسیه درماندند. آسیا پلوس با تکیه به معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه دوشنبه خبر داد که طی 2 روز 21 و 22 مارس از شهرهای گوناگون روسیه 9 پرواز شرکت اورالسکی اویالینی به تأخیر افتاده است. از این پروازهای در این 2 روز به تأخیر افتاده روز 22 مارس 2 پرواز از مسکو صورت گرفته است، ولی پروازهای دیگر به مسکو، یکاترینبورگ، اوفا، چلیابینسک و سمت‌های دیگر به تأخیر گذاشته شدند. رادیو آزادی نیز با تکیه به معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه دوشنبه از 6 پرواز شرکت اورال که باید 21 مارس انجام داده می‌شدند تنها 1 پرواز از مسکو و پایتخت تاجیکستان صورت گرفته است. 5 پرواز دیگر از یکاترینبورگ، چلیابینسک و 3 پرواز از فرودگاه‌های ژوکوفسکی مسکو انجام نشدند. صبح 22 مارس باید هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی از اوفا، سمارا، یکاترینبورگ و مسکو به دوشنبه می رسیدند، ولی تا ساعت 14 هیچ یک از آنها تا پایتخت تاجیکستان نرسیده بود. در سامانه رسمی شرکت اورال نوشتند که پروازهای هواپیمای این شرکت برای 22 مارس از شهرهای رستوو لب دون، یکاترینبورگ، سوچی و 2 پرواز از مسکو به دوشنبه بیکار شدند. همچنین پرواز شرکت اورالسکی اویالینی از چلیابینسک، یکاترینبورگ، رستوو لب دون و مینرال نیوادی به خوجن بیکار شدند. طبق معلومات آنلاین تابلوی فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو طی تنها 2 روز 21 و 22 مارس از این فرودگاه به شهرهای کولوب، دوشنبه و خوجند 6 پرواز اورالسکی اویالینی بیکار کرده شد. طبیعی است که 6 پرواز از این 3 شهر تاجیکستان نیز بیکار شدند. مسافران تنها در فرودگاه‌های تاجیکستان بند نماندند. چندین مهاجر تاجیک از روسیه به رادیو آزادی نوشتند که 2-3 روز است منتظر پرواز هواپیما به تاجیکستان نشستند. این مهاجران هم از شرکت اورالسکی اویالینی بلیط خریدند. بنا به اطلاع غیر رسمی بعد آنکه در اول ماه مارس شرکت‌های هواپیمایی روسی سیورنیویتر و سیبیر به سبب تحریمات بین المللی از بازار مسافرکشانی بین روسیه و تاجیکستان خارج شدند. بیش از 80% بازار پروازهای هوایی بین روسیه و تاجیکستان در اختیار شرکت اورالسکی اویالینی قرار گرفت. امیدجان لولایف نماینده شرکت اورالسکی اویالینی در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت بر اساس تحریم‌ها هواپیماهایی که در حدود اروپا ثبت شده بودند از پرواز ماندند. از امروز هواپیماهای ما را در روسیه از نو ثبت نام میکنند، دیگر تأخیر نمیشود، گفت لولایف. ولی هفته گذشته نمایندگان این شرکت در صحبت با آسیا پلوس نیز همه را اطمینان خاطر داده بودند که شرکت مشکلاتش را الکی حل کرده است و دیگر مشکل تأخیر یا لغو پروازها پیش نمیآید. مشکل پروازها از تاجیکستان به روسیه در روزهای پیش آمد که موسم نو مهاجرت کاری اوج میگیرد و صدها هزار نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در پی سفر به مردکاری به روسیه میباشند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع مهم تامین روزگار اکثر عائله‌ها در تاجیکستان باقی میماند. سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً به شرافت مهاجران تاجیک 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند.